حکم روزه داشتن کودکان در ماه رمضان. سوال: فرزندم کوچک است ولی با وجود خرد بودن سن و سالش و سستی جسمش روزه می‌دارد و این به سلامتی او ضرر می‌رساند. آیا من می‌توانم او را با قهری یا که با زوری وادار نمایم تا افطار نماید؟ جواب: الحمدلله. اگر کودک خرد باشد و به سن بلاغت نرسیده است، برای وی روزه داشتن لازم و واجب نیست. ولیکن اگر که توان روزه داشتن را دارد بدون مشقت، بر آن امر کرده می شود. چون صحابگان کرام رضی الله عنهم فرزندان خود را بر روزه داشتن امر میکردند، چون که در روایت بخاری و مسلم است. حتی اینکه کودکان خرد آنها گریه میکردند از گرسنگی و چیزی از بازیچه را بر او میدادند تا اینکه آرام بگیرد و فکر گرسنگی از ذهنش برود. ولیکن اگر که ثابت شد که این روزه برای وی ضرر میرساند، ضرر آور است، این هنگام برای این کودک نابالغ منع کرده می شود. چگونه که الله سبحانه و تعالی بر ما منع کرده است که ما کودکان خود را اموالهای آنها و مالهای آنها را بر آنها ندهیم به خاطر ترس از برباد دادن آن، از فساد نمودن آن مال، به درستی که ترسی ضرر رساندن بر بدن آنها از باب اولا است که در این حالت منع کرده شوند. ولیکن این منع کردن کودک خردسالا که بر او روزه گرفتن ضرر می‌رسد منع کردن نه با شدید نه با سختی، بلکه ضرور است که معامله نمودن کودکان در تربیت آنها با مهربانی. شیخ ابن عثیمین، فقه العبادات، صفحه 225.